سلام، امیدوارم حالتون بوم باشه. بریم ادامه آموزش با اینشات رو ببینیم، بخش سوم. خب بچه ها میرسیم به قسمت PIP. فیلتر و افکت رو توضیح دادم، میرسیم به قسمت PIP. PIP یعنی اینکه من یه ویدیو رو بتونم بندازم روی این ویدیو. حالا چجوری؟ الان بهتون میگم. وقتی گزینه PIP رو بزنم یه ویدیو رو انتخاب میکنم، اینجوری میفته روی این ویدیو. حالا بخوام اندازه‌شو با ویدیو قبلی یکی کنم، این گزینه سمت راست رو میزنم، اندازش یکی میشه. حالا کارش چیه؟ مثلا من الان بیام از این بالا گزینه کات آوت رو بزنم، بک‌گراندش حذف میشه. حالا من خودم هستم و اون شخصی که اونجاست. مثال شما میخواید یه ویدیو رو تحلیل کنید، ویدیو اصلیتون رو میندازید، خودتونم میندازید پایین صفحه به این روش. ویدیو بالا داره پخش میشه و شما خودتون پایین دارید تحلیل میکنید، کاری که اکثر یوتیوبرها حتی انجام میدن که یه جوری اینجوری در میاد. من الان پایینم و ویدیو اصلی هم اینجاست. حالا یه کار دیگه هم میشه کرد باش. من این ویدیو رو بک میزنم، برسیم به حالت اولیه. از این دوتا فلش ها هر کاری کنید میتونید رو به جلو و عقب برگردید. الان دوباره برمیگردم به حالت اولیه. خب من الان میخوام دوتا بشم تو تصویر. زوم میکنم، خودم میارم این گوشه، گزینه ماسک رو میزنم، این گزینه اولی رو میزنم با دوتا انگشتم بدین صورت اینا رو این خط رو میچرخونم. خب الان من تقریبا دوتا شدم. حالا اینو اوکی بزنم بیام رو ویدیوی خودم، میتونم ویدیوی خودم رو بگیرم بکشم این بر. ویدیوهای دوتایی زیاد دیدید معمولا. حالا من بدون هیچ تکنیکی و یعنی مثلا از قبل برنامه‌ریزی ویدیوییشو نکردم، ولی اگر بخوام خیلی راحت میتونم دوربینو بذارم رو سپایه، یه گوشه تصویر وایسم، دوتا ویدیو از خودم بگیرم. حالا این ویدیو میتونه ریاکشن به همدیگه باشه، سر یه موضوعی باشه و اونا رو بیارم بدین صورت ماسکش کنم. پس PIP این کارم میتونه براتون انجام بده. دیدید چجوری شد؟ چون ویدیوم کوتاهه بعدش تموم میشه که اینا رو توی ویدیوهای پروژه محور بهتون توضیح میدم. مثلا یه پروژه رو میارم، ادیتش رو بهتون آموزش میدم، کاملا دستتون میاد. پس من یه بک دیگه بدم. متوجه شدید PIP دقیقاً چی کار میکنه؟ نقش اوورلی تو کپکات داره. کامل بک میدم، این ویدیوم کلا خارج شد. یه بار دیگه باز میگم که از یادتون نره. PIP رو میزنم، ویدیوی دلخوامو میارم، این گزینه رو بزنم، اندازش یکی میشه. حالا میتونم خیلی کارهای دیگه روش انجام بدم. با این گزینه ها هنوز آشنا نشدید، در ادامه قرار باهاش آشنا بشیم. این هم از قسمت PIP. خب میرسیم به قسمت پریکات. بچه پریکات همین کار اسپلیت رو میکنه. یعنی بذاریدتون توضیح بدم. این الان گزینه تریم روشی. ما الان این گزینه هر جاشو من اوکی بزنم اینقدر برام میبره به همین سادگی. حالا دوباره میریم روش. کات جاهاییه که مشکیه حذف میکنه برام. الان این تیکر رو برام حذف میکنه بدین صورت، به صورت اسپلیت. گزینه اسپلیت هم که معلومه، اسپلیت میزنی و اوکی بزنی اون برات تعیینش میکنه. حالا روشی که من استفاده میکنم اینه که هر جا رو خواستم حذف کنم یا حالا اضافه کنم، رنگش رو عوض کنم، زوم کنم روش، از طریق اسپلیت این کار رو انجام میدم. اسپلیت خیلی مهمه توی ادیت. من الان این تیکه از ویدیومو اسپلیت میزنم، میرم جلوتر، این تیکه رو هم اسپلیت میزنم. حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام این تیکه زوم بشه روی چهرم. حالا میام از عقب بدین صورت، زوم شد روی چهرم، دوباره از زوم برداشته شد. پس اسپلیت خیلی کارا میتونی انجام بدی. حالا اون تیکه‌ای که اسپلیت زدم رو دوباره میزنم روش، میام روی فیلتر، سیاه‌سفیدش میکنم. چی میشه؟ این تیکه از ویدیوم زوم میشه، سیاه‌سفید میشه.
خیلی از ویدیوها رو دیدید آخرش صحنه آهسته میشه، سیاه‌سفید میشه. از همین سبک اسپلیت، از همین تکنیک اسپلیت استفاده میکنن روش. حالا یه بک دیگه میدم، یه توضیح دیگه راجع به اسپلیت بهتون بدم. بازم بک اسپلیتا کلا پاک. الان دوباره ویدیو نرمالمون رو داریم. حالا مثلا من میام اسپلیت میزنم این تیکر رو، تا این تیکر رو اسپلیت میزنم روش، میام چیکار میکنم؟ مثلا بهش یه انیمیشن میدم که حالا به انیمیشن هم میرسیم. میخوام این تیکه از ویدیوم این شکلی بیاد روی تصویر، به همین سادگی. پس هر تیکه از ویدیوتون رو که با اسپلیت جدا کنید میتونید روش یه سری تکنیک‌ها رو پیاده کنید. حتی میتونید تیکه تیکه اسپلیت بزنید و انواع افکت‌ها رو روش بندازید. اسپلیت خیلی مهمه، حتما به کارتون میاد همه جا. و دیگه کارهای اسپلیت براتون بگم اینه که مثلا من این تیکه رو دوباره اسپلیت میزنم، میام اینجا رو هم اسپلیت میزنم، اینجا رو هم اسپلیت میزنم، هر جاشو نخواستم پاک میکنم. الان پاک رو کنسل میکنم. حالا این فلشایی که این پایین برام میاره اینا یعنی چی؟ اینا میتونی به ویدیو ترانزیشن بدی. جایی که اسپلیت خورده یا ویدیویی اضافه شده، این فلش رو بزنی انواع ترانزیشن ها رو میتونی روی ویدیوت اعمال کنی. فکر کنید من الان دارم میرم روی ویدیو دیگه، این ترانزیشن ها بینش قرار میگیره که انواع مختلف داره که به سلیقه و سبک و مود ویدیو خودتون میتونید ازش استفاده کنید. ترانزیشن هم خیلی مهمه، اگر درست ازش استفاده کنید خیلی به کارتون میاد و کیفیت و اون پختگی ویدیوتون رو زیاد میکنه. پس یکی از کارهای دیگه اسپلیت همینه. مثال میگم، من از این مثبت ویدیو بعدیمو اضافه میکنم بدین شکل. وقتی که اضافه میکنم دوباره میتونم بینشون یه ترانزیشن بدم، بدین صورت ترانزیشن شکل میگیره. نگاه کنید دوباره اگه نخواستم ترانزیشنمو تغییر میدم. حالا هر ترانزیشنی که میزنم اینجا دو گزینه به من میده. البته بعضیاش، یکیش تایمشه، نگاه اینجوری بیشتر میچرخه و طولانی تره، ترانزیشنم اینجوری کمتره. اینم ولوم اون صدای ترانزیشن است. اوکی. بعضیا فقط تایمیه، تایمشو زیاد میکنی کم میکنی. الان مثلا این تایمیه، میتونم کاری کنم زودتر این اتفاق بیفته بدین صورت. بعد ترانزیشن هم خیلی مهمه، حتما توی ویدیوهاتون استفاده کنید، مخصوصا وقتی یه ویدیو رو میخواید به یه ویدیوی دیگه وصل کنید. از اسپلیت رسیدیم به ترانزیشن و پس اسپلیت هم دیگه متوجه شدید دیگه. توی ویدیوهای پروژه محور بازم تاکید میکنم که من یه جوری براتون ادیتور آموزش میدم تا کاراییاشون رو قشنگتر درک کنید. دیلیت که مشخصه بزنم، الان ویدیوم دیلیت میشه، دیلیت شد، بک رو میزنم دوباره میاد. حالا بچه من میخوام کلا بک‌گراندم رو عوض کنم. میزنم روی ویدیوم، میام گزینه کات اوت رو میزنم. کات اوت رو که زدم میام روی قسمت بک‌گراند، هر بک‌گراندی خواستم و به ویدیوم میدم. خودم هم میتونم بزرگ یا کوچیک کنم توی اون حاله رنگی. مثال الان این شد بک‌گراند من که توی طراحی کاور و اینا هم بهش میرسیم حتما به این بک‌گراند. پس بک‌گرانداتون هم میتونید اینجوری تغییر بدید به همین سادگی. حالا مثلا من ویدیوم میخوام کوچیک‌تر باشه، کوچیکش میکنم، بک‌گراند رو که بزنم اون دورش رو برام کلا کوچیک میکنه. کات اوت رو بزنم بک‌گراند اصلیمو حذف میکنه، پشتش رو رنگی میکنه. اینجا هم گزینه‌های دیگه داره، میبینید خودتون. حالا بخوام یه بک‌گراندی عکسی چیزی اضافه کنم، میام اینو میزنم، مثلا این عکسمو اضافه میکنم. میبینید این الان شده بک‌گراند اصلیم ولی این ویدیو منه. حالا میتونید بک‌گراند برید از پینترست دانلود کنید و اصلا ویدیوهاتون رو با بک‌گراند بگیرید. ولی چون یه مقدار خطا داره سعی کنید بک‌گراندتون یه دیوار ساده باشه اگه میخواید خودتون رو کلا بک‌گراندتون رو حذف کنید که اینجوری خطا نده زیاد.
این هم از قسمت بک‌گراند. بچه این دوتا تیکو که بزنم رو کل ویدیو هم اعمال میشه این بک‌گراند، ولی من اینو نمیزنم. حالا بک میدیم، دوباره برگردیم به حالت اصلی ویدیومون. بک‌گراندم توضیح دادم، میرسیم به اسپید. خب اون تکنیکی بهتون گفتم، الان من اسپلیتو میزنم، از اینجا میام تا اینجا هم اسپلیتو میزنم رو اون تیکه‌ای که اسپلیتو زدم. قسمت اسپیدو باز میکنم، سرعتشو میبرم بالا. الان اون تیکه‌ای که اسپلیت زدم سرعتش رفت بالا. خب حالا یه بک میدم، دوباره بهتون یه توضیح دیگه بدم. حالا میخوام سرعت کل ویدیومو ببرم بالا، اسپلیتو میزنم میارم مثلا روی این، تایمش رو دید چقدر کم شد به این صورت. خب حالا دوباره میزنم روی اسپلیت، میخوام صحنه آهسته‌اش کنم، مثلا صحنه آهسته شد. خب دوباره اسپیدو بزنم، اینو میارم رو حالت استانداردش. گزینه کرو که بزنم اینجا، گزینه پریست رو بزنم، بهم چند تا پیشنهاد میده که میگه میتونی این کار رو کنی، اینجوری سرعتت بالا پایین بشه، یا اینجوری. یه دونش رو امتحان کنیم، همین اولیو. از صحنه آهسته شروع میشه، تون میشه، آروم میشه، اینجوری. دوباره اسپیدو میزنم، ریست رو که بزنم برمیگرده به همه چی. بچه ها هر جا که بخوام میتونم از این نقطه ها اضافه کنم. ادو بزنم اضافه میشه، اینجا ادو بزنم اضافه میشه، دوباره ادو بزنم اضافه میشه. حالا با دست خودم میتونم سرعتی که دوست دارم تنظیم بشه. مثلا من دوست دارم اینجوری بشه، دوباره بیام اینجا کم داشته باشم، ادو میزنم، نخوام دیلیت میزنم. الان من اد زدم، این سبکی شد. بریم ببینیم چی شد. پس سرعت ویدیوتونم راحت با این قسمت پریست میتونید کم و زیاد کنید. من میزنم حالت استاندارد، ریست اسپید رو میزنم، همه چی برمیگرده به حالت اولیه. اسپیدم اینجوری بود. حالا مثلا آخر ویدیو تو میخوای چیکار کنی؟ سیاه‌سفید کنی، صحنه آهسته هم کنی. حالا یه آهنگ غمگین هم بعد میتونی بندازی روش که تو قسمت اول به توضیح دادم. چیکار میکنم؟ میام اسپلیت میزنم، بعد روی ویدیوم کلیکه، اسپیدو میزنم، سرعتشو میارم پایین، بعد میرم از قسمت فیلتر سیاه‌سفیدو میندازم روش. این شکلی میشه ویدیو. صحنه آهسته شده، یا آهنگ غمگین هم بذاری روش که دیگه چه بسا بیشتر. حالا دوباره وقتی این اسپلیت زدم، اینجا بهم پیشنهاد ترانزیشن رو میده، بزنم روش. میتونم حتی یه ترانزیشن هم بهش اضافه کنم که سیاه‌سفید بشه. پس از این تکنیک ها هم میتونید تو ویدیوهاتون استفاده کنید. این هم که یه ترانزیشن داره میره روی ویدیو بعدی. خب ببینم من چند دقیقه ضبط کردم. 13 دقیقه است. ادامه میدیم. قسمت انیمیشن بچه ها، من میام روی ویدیوم کلیک میکنم، انیمیشن رو میزنم. انیمیشن یه جور همون افکت یا همون افکته، ولی یه دونه این داره، یه دونه اوت داره، یه دونه کامبو داره و یه لوپ که هر کدوم یه کاری میکنه. من میخوام ویدیو مثلا این شکلی شروع شه، این گزینه رو میزنم. یا میخوام ویدیوم این شکلی شروع شه. الان اوکی که بزنم، ویدیوم که استارت بخوره نگاه کنید این شکلی شروع میشه. حالا یه دونه اوت هم داریم، یعنی من رو آخر ویدیوم که کلیک کنم، انیمیشن رو بزنم از قسمت اوت، میتونم ویدیومو اینجوری تموم کنم، یا اینجوری تموم کنم، یا اینجوری تموم کنم و خیلی شکل‌های مختلفی داره که توی یه سری ویدیو هم انجام دادم از این تکنیک. یا اینجوری تمامش کنم. پس انیمیشن هم خیلی به کارتون میاد. کامبو چی کار میکنه؟ یه سری انیمیشن های دیگه است. نگاه کنید اینجا من زدم، این برام افتاده روی کل این ویدیو. کامبو لوپ چی کار میکنه؟
لوپ بهم اینو میده و اگه اوکی بزنم چی میشه؟ نگاه کنید انیمیشن اینجوری شد. حالا میذارم روش انیمیشن رو میزنم، اینو که بزنم کلا انیمیشن هایی که زدم پاک میشه، همش پاک شد. اوکی. حالا من دوباره اینجا از تکنیک اسپلیت واسه انیمیشن میتونم استفاده کنم. اسپلیت رو میزنم، میام دوباره اسپلیت رو میزنم، این تیکه از ویدیومو میخوام بهش انیمیشن بدم. هر انیمیشنی اوت باشه، این باشه، کمبو باشه، لوپ باشه، من الان اینو میزنم. پس این تیکه‌ای که الان علامت زدم با اسپلیت، این اتفاق براش میفته. دیدید؟ حالا دوباره میخوام یه انیمیشن دیگه بدم. اسپلیت رو میزنم، میام جلوتر یه اسپلیت میزنم رو اون تیکه، انیمیشن رو میزنم، میام رو لوپ هستن، میخوام بچرخه، میخوام اون تیکه از ویدیوم بچرخه. ببینیم چجوری میشه. اون تیکه از ویدیوم میچرخه. حالا اون ثانیه‌شو خودم با همون اسپلیت میتونم تنظیم کنم. پس انیمیشن هم متوجه شدید چیه. قسمت کراپ. بچه‌ها من این ویدیومه، کراپو که بزنم میتونم اتوماتیک هر سایزی که دوست دارم ازش ببرم. من انقدر مثلا میبرم. بعد اینجا هم دوباره میتونی سایز بهش بدی، مثل همون کنواز خودمونه. سایزهای مختلف رو داره که بهمون میده، که اینم براتون به کار میاد. موقع مسک کردن میتونید از قسمت کراپ استفاده کنید که الان بهش میرسیم. من دوباره میذارم رو حالت عادی، یا اصلا اینو یه ذره کوچیک‌ترش میکنم که شما هم بهتر متوجه بشید. کوچیکش که کردم، نگاه کن رو های سایزی که بزنم اون میگه رو همون ابعاد میتونم برات کوچیک کنم. پس کوچیک کردی باید ببری اونجایی قرار بدی که دوست داری، و یعنی سایزش کلا به هم میریزه. اورجینال بزنم برمیگرد به حالت اول. اوکی. قسمت کراپ هم این بود. بچه گزینه سویچ چی کار میکنه؟ من رو هر تیکه از ویدیوم که بزنم، سویچ رو بزنم میره تو قسمت PIP. یعنی من همه ویدیومو وارد میکنم، سویچ رو که بزنم میره رو قسمت PIP، میتونم بیارمش عقب، همون حرکتایی که از قسمت PIP زدیم و مثلا روی این اجرا کنم. حالا من یه نکته دیگه راجع به همین قسمت سویچ یا PIP بهتون بگم. الان اینو اوکی میکنم مثلا. خب من الان از قسمت PIP میخوام آخر ویدیوم یه عکسی چیزی وارد شه. خب PIP رو میزنم، میام مثلا یه عکسی انتخاب میکنم، مثلا عکس خودم رو انتخاب میکنم. حالا میام از اینجا کراپ رو میزنم، این عکس همون اندازه‌ای که دوست دارم میبرم اینقدر مثلا. حالا میخوام اینو پاک کنم برات فعلا. میخوام آخر ویدیو دستم که میاد پایین این عکس باشه. توی ادیتور کارتون برسم. من دوست دارم آخر ویدیو این عکس باشه. چی میشه؟ عکسم میاد. ویدیوهایی دیدید که طرف با دستش اینجوری نشون میده، عکس‌ها دونه دونه میان، از این تکنیک استفاده میکنه. الان من دستم آوردم، عکسم میاد جلو تصویر. حالا چیکار میتونم با این کنم؟ میتونم بهش انیمیشن بدم. دوست دارم همزمان با دستم بیاد پایین، این انیمیشن رو بهش میدم. دیدید چی شد؟ اینجوری اومد توی تصویر. کارهای دیگه هم باش میتونم کنم. میتونم بک‌گراندش رو حذف کنم از قسمت کات اوت. به ماسک میرسیم، ماسک رو کلی‌تر میخوام بهتون توضیح بدم و گزینه‌های دیگه. پس الان عکسم هم این شکلی آوردم روی تصویرم. بریم سر قسمت بعدی. قسمت ماسک. بچه‌ها ماسک خیلی مهمه. من کلاً ویدیومو این شاتمو میبندم، دوباره وارد میشم که ماسک رو بتونم تخصصی تر به شما آموزش بدم. ویدیومو وارد میکنم،
ویدیومو که وارد کردم. خب میریم سراغ قسمت مسک. بچه مسک رو که بزنم اینجا برام چند تا گزینه میاره. اینا شکلاییه که مسک به من میده. مسک یعنی همون ماسک خودمون دیگه، تو صورتت که میذاری یه شکلی، یه حاله، یه داستانی رو به صورتت میده. الان من این گزینه اولو بزنم این مسک رو به من میده. خب تا اینجا که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط نصفش کرده. حالا اگه بیارمش پایین‌تر این گزینه رو بکشم، این پایین رو برام مشکی میکنه، حالا مشکی بهم میده که بهش میگن گرادینت. حالا مشکی میده. حالا این گزینه رو بزنم 2 تا خط موازی به من میده که اگه اینو بالا پایین کنم میتونم بالا سرمون. حالا میخوام این 2 خط فاصلش با هم کم و زیاد شه، با 2 تا انگشتم بدین صورت کم و زیادش میکنم. حتی میتونم کامل بچرخونمش با 2 تا انگشتم. پس از این 2 تا انگشتتونم قشنگ حسابی کار بکشید. گزینه بعدیش اینو به من میده. من یه دونه صفر میزنم، دونه دونه. این مسکو به من میده. دوباره اینو بکشم، دورمو کلاً مشکی کرده. گزینه بعدی بهم یه دایره میده. این شکلو به من میده. دایرهشو میتونم بزرگ کنم، کم کنم و این دایره خیلی جا به کارتون میاد که بهش میرسیم حتما. توی مسک کردن بهش خواهیم رسید. این یکی قلبو به من میده. قلبو دوباره میتونم بزرگ کوچیکش کنم و خیلی کارهای دیگه. مسک خیلی استفاده داره که یه دونه‌شو براتون الان مثال میزنم. من میرم از قسمت PIP یه ویدیومو وارد میکنم. این ویدیومو همون جوری که براتون نصف کرده بودم میخوام نصفش کنم. دوباره اوکی رو میزنم، میام رو ویدیو قبلی میارم خودم و این بر. حالا دوباره PIP رو بزنم روی این، برم روی قسمت مسک، این خط اول رو بزنم، با دستم این خط رو صاف کنم بدین صورت. این یه تقسیم بندی تمیز بین ویدیوها برام انجام میده. حالا اگه این مربع رو بکشم بینشونم یه خطای دید میده که کسی متوجه نشه اصلا انگار نصف شده، ولی چون بک‌گراندم یکی نیست اینجا کامل متوجه میشه. یعنی اگه توی یه بک‌گراند شما ویدیو بگیرید، یه ویدیوتون این سمت تصویر باشه، اون یکی ویدیوتون این بر بندازید وسط، خیلی راحت کنار هم قرار گرفتید بدون اینکه نور تداخل داشته باشه داخلش. اینم از قسمت مسک. خب بخش سوم من اینجا تموم میکنم. بخش بعدی بخش پایانیه که این شاتو از 0 تا 100 با گزینه‌هاش و همه چیش آشنا شدید، ولی برای اینکه حرفه‌ای تر بشید من میام با ویدیوهایی که پروژه محورن کاری میکنم که بدونید هر تکنیک رو کجا میتونید استفاده کنید. روز بمبی داشته باشید.